شخصیتی که برای من ضمانت بدیه، یعنی وعده بدیه که دو چیز نگه میداره، دو چیز از ضرر و از گناه نگه میداره، من برای او شخصیت جنت وعده میدیم. تن هر شخصیتی که دو چیز برای من ضمانت بدیه، یعنی وعده بدیه، هر شخصیت قول بدیه که من خودم از ضرر همین دو چیز، از گناه همین دو چیز نگه میدارم، جناب پیغمبر گفتن من برای او جنت وعده میدیم، من ضامن میشوم، یعنی ضمانتش میتیم، بشارتش میتیم، خبرش میتیم که وای جنتی هست. این دو چیز هستن برادر عزیز، یکمش زبان، دومش شرمگاه. این دو چیز خیلی خطرناک است در انسان، این دو چیز خیلی برای انسان از زهر هم ضررناکتر است. یکمش زبان، دومش شرمگاه. از این دو چیز انسان از ضررش انسان باید خودش نگه بداره. شخصیت از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پرسیدند یا رسول الله آیا نجات یافتن از عذاب و قهر و غضب تو هم در دنیا هم در آخرت در چی چیز است؟ ما چیکار کنیم که نجات میابیم از عذاب تو، از قهر تو، از این بی‌برکتی که امروز به نام کریزیس، به نام دیگر در جامعه پیدا شده است؟ شخصیت پرسیدن گفتن یا رسول الله ما چیکار کنیم که نجات بیابیم هم در دنیا هم در آخرت؟ جناب پیغمبر سه چیز را توصیه کردن، سه چیز را یعنی پیشنهاد کردن، نصیحت کردن. گفتن امسک علیک لسانک ولیسع بیتک و ابکی علی خطیئتک. تن یکمش این که زبانت را در خودت نگه بدار، هر چیزی که در زبان آمد از زبان بیرون نکن، هر چیزی که خواستی نگو، هر سخنی گفتنی میشوی اون سخن را سنجش بکن که آیا سخنی ثواب است، سخنی درست است، سخنی رضای خدا هست یا نه. ولی عزیزای خدا هم وقتی حالت قیامت میگه به یاد آوردن که خداوند برای هر حرفی که ما از زبان بیرون میکنیم پرسیده میشه، خداوند میپرسید با چه خاطر این کلمه را، این سخن گفتی؟ حضرت یک جمله دارن میفرماید که هر چی گفتم تلخ گفتم، هر چی خوردم بود زهر. هر چی گفتم تلخ گفتم، هر چی خوردم بود زهر. بر دهان من زبان گویا زبان مار بود. میگه هر چیزی که من گفتم تلخ، یعنی چیزی که انسان ناراحت میکنه، کام انسان بسیار بیخود میکنه که انسان از او چیزی تلخ ناراحت میشود. هر چی گفتم تلخ گفتم، هر چی خوردم بود زهر. به چه خاطر زهر بود؟ پروردگار میپرسد در برابر